یکی دومین آموزش از این دوره رایگانه. بیایید که با هم درستش کنیم. ابتدا کره نرم و همدمای محیط شکر سفید و شکر قهوه‌ای رو با دور تند همزن 3 تا 4 دقیقه هم بزنید. حتما بین کار 1-2 بار کاسه رو دورگیری کنید. بافت کره و شکر به این صورته. حالا یه دونه تخم مرغ کامل و یه دونه زرده به همراه وانیل رو اضافه کنید و دوباره 1 دقیقه دیگه با دور تند همزن هم بزنید. دورگیری ظرف فراموش نشه. حالا نوبت اضافه کردن آرد، پودر کاکائو، بیکینگ پودر و نمکه که باید با الک به مواد اضافه کنید و با لیسک آرد رو به خورد مواد بدید تا خمیر کوکی به دست بیاد. برای درست کردن کوکی باید توجه کنید نباید خمیر کوکی رو زیاد هم بزنید که این کار باعث خشک شدن کوکیتون میشه. و در آخر به دلخواه مقدار شکلات چیپسی نسوز اضافه کنید. خمیر رو داخل قیف بریزید و به این صورت داخل سینی فر خمیر رو پایپ کنید. ابتدا سینی رو 1 ربع داخل یخچال قرار بدین و بعد داخل فر از قبل گرم شده به مدت 5 تا 7 دقیقه بپزید. امیدوارم که این کوکی شکلاتی رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید.